اختراعکار جوان با لایحه جدید خود میان چند نفر غالب آزمون گردید. در دور شهری آزمون 266 نفر اشتراک نمودند و جای یکم را خواننده لیسه تکنیکی سازوار گردید که بابا خوجا اسماعیلی باشد. میز کاری نام گذاشتیم. این میز برای آسان کردن کار میتواند که خواننده را خودش را وابسته کند، موضوعهای فیزیکا را پورتر و کاملا از خود کند. این کشاف جوان نه یک بلکه دو اختراع را روی کار آورد. نوآوری که ما پیشنهاد کردیم خانه با عقل میباشد. عصر 21 یعنی ترقی تکنیک پیشروی است. از سه فونکسیون عبارت است. همه وقت در جستجوی یک اختراعات است. یک چیز نوین است که میخواهد پیشنهاد کند. اختراع مذکور را کارشناسان به جامعه امروزی معاصر مناسب میدانند. در آینده رشد مملکت بسیار فایده خوب میرسانند. اگر در عمل تطبیق شود یک نوآوری خوب است. اکنون این اختراعکار با کشفیات و نوآوری‌های دیگر به کار خود ادامه دادن است. نویگری‌های بسیار در نظر داریم. می‌خواستم که شهرساز معمار ساختمانچی شود و برای آینده کشور و جامعه خدمت نماید. شرح بیشتر را در برنامه نوبتی نوآور میتوانید تماشا کنید. بیشتر فیزیک، شیمی. روزهای نزدیک در تلویزیون دوشنبه.